منطبق شدن چیست؟ یه پسر یتیم رو تصور کنین که اسمش تامه. تصور کنین تام توسط یه خانم محترم به سرپرستی گرفته شده. تام میخواد با این خانم و خانواده‌اش در خونه‌شون زندگی کنه. اگه تام میخواد با اونا بمونه، باید از قوانینشون پیروی کنه. قوانین اونها بسیار ساده است. صبحانه ساعت 8، نهار ساعت 12 و شام ساعت 6 عصر. در خانه‌شون خشونت ممنوع. در خانه‌شون دزدی ممنوع. اونا برای تمیز کردن خونه‌شون با هم کار میکنن. اونا میخوان در آرامش و احترام با هم دیگه زندگی کنن. حالا منطبق شدن چی هست؟ منطبق شدن شبیه زندگی تامه در یک خانه خوب، با یک خانواده و پیروی از قوانین اونا. حالا جای خونه رو با یک کشور عوض کنیم. منطبق شدن زندگی در یک کشور دیگر هست، در همبستگی با اون مردم.